بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما از این سلسله درس‌های مبارک که ما در کتاب اصول سنه امام احمد ابن حنبل قرار داریم، ما در جای رسیدیم که در بیان تسلیم شدن به نصوص اگرچه تعبیر آن را نداریم است. تسلیم شدن بر نصوص کتاب و سنت اگرچه ما تعبیر یا که تفسیر و معنی آن را هم نفهمی ندونیم، بلکه ما به ظاهر آن باید تسلیم شویم، در اینجا قرار گرفت. می‌فرماید که شیخ که و قول رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمودند ثلاث من کن فیه و هو منافق. اگر که بیان داشته باشه در دست گذاشتم و در بیان منافق گپ زده بودیم، نفاق گپ زده بودیم. اگه امروز دلایل آن را برای ما ذکر و داوری می‌نماید. می‌فرماید که ثلاث من کن فیه و هو منافق فهو منافق. در بیان قول رسول الله صلی الله علیه و آله که سه خصلت، سه صفت است که هر کی این سه صفت را دارد پس وی منافق است. در روایت بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و احمد هم روایت کرده هستند. و این حدیث که سه خصلت است که هر کی این سه صفت را داشته باشد پس وی منافق است، این حدیث از باب تحدید و سختی و شدت است، از این باب آمدگی است و ما آن را چنان که وارد شده است نقل میکنیم و آن را تفسیر نمیکنیم. فرمود امام احمد. و در دیگر حدیث اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. چهار خصلت است. هر کی این چهار خصلت را داشته باشد یا این چهار صفت را داشته باشد پس منافق خالص است. گفتن صلی الله علیه و سلم و من کانت فیه خصلة فیهن، پس هر کسی که یکی از این چهار خصلت را در خود داشته باشد فیه خصلة من الخصال من نفاق، در اصل یکی از صفتهای نفاق در او دیده می شود. حتی یدعها، حتی که آن خصلت را ترک نماید. اگه خصلت کدام هستند؟ اذا حدث کذب، هنگامی که سخن میگوید دروغ میگوید. خوب احمدید خصال و صفات منافقین. اذا حدث کذب، هنگامی سخن میگوید دروغ میگوید. اذا عاهد غدر، هنگامی که عهد و پیمان نماید آن را خیانت میکند. خیانت میکند. و اذا وعد اخلف، هنگامی که وعده بدهد به وعدهش نمیستید، وعدهش را مخالفت مینماید. و اذا خاصم فجر، و هنگامی که سخن بگوید با کسی خصومت نماید، نافهمی نماید، سخن زشت میگوید، دشنام میدهد. در روایت بخاری و مسلم است. و آن که فرمودن که لا ترجعوا بعد کفارا ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، پس از من رسول الله فرمودن پس از من کافر و گمراه نشوید تا به جنگ و خونریزی سر یکدیگر رو ببرید. روایت بخاری و مسلم و نسائی. و مانند این احادیث می‌فرماید که اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، ایذا هنگامی که چون که مسلمانان با نیت کشتن یکدیگر به شمشیر روبرو بخزند، با نیت اینکه همدیگر رو میخوان بکشند، قاتل کشنده و مقتول کشته شده در جهنم است. در روایت بخاری و مسلم. و چنان که فرمودن سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، دشنام دادن مسلمان این فسق و بد اخلاقی است و کشتن او این کفر است. روایت بخاری و مسلم. و فرمودن که من قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما، هرگاه کسی به برادر مسلمان خود بگوید ای کافر، کفر به یکی از آنها برمیگردد. در روایت بخاری و مسلم. و همچنین فرمودن کفر بالله تبرؤ من نسب و ان دق، بیزار دوستان از نسب هرچند ادعای ضعف هم است اما کفر ورزیدن بر الله سبحانه و تعالی است. دریمی و حارث در مسند البزار ذکر نمودند. این احادیث که خوانده شد، این احادیث بر سمع شما برادران و خواهران گرامی بیانگر آن است که بعضی از قولها، بعضی از سخنان در شریعت در احادیث در کتاب ذکر شده است که آن تقاضای کفر را دارد. کفر بر الله است، ولی نه آن کفری که انسان از دایره اسلام خارج شود. یعنی که لفظ کفر در نصوص کتاب و سنت با دو معنا می آید. کفر اکبر که انسان از دایره اسلام خارج می نماید، در درس گذشته در مسئله نفاق اکبر صحبت کرده بودیم، اما اصغر و کفر اصغر که انسان را از دایره اسلام خارج نمی نماید است. و قول مؤلف یعنی که امام احمد رحمت الله علیه می‌فرماید که ونحو هذه أحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها. و ما با این احادیث و حدیث‌های مانند اینها که از خواندیم اینها را که صحیح و محفوظ هستند تسلیم هستیم و آنها را چنان که وارد شده است قبول میکنیم، گرچه که تعبیر و تفسیر آنها را هم ندانیم، به ظاهر آن تسلیم شویم. و می‌فرماید امام احمد که ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الاحاديث الا مثل ما جاءت ونردها الا باحق منها. و ما درباره آنها یعنی که این احادیث حرف نمیزنیم و با نزاع و مناقشه و کشمکشی نمیپردازیم و این احادیث ها را مگر چنان که روایت شده اند تفسیر نمیکنیم. یعنی
آنها را این احادیث را چنان روایت شده اند و ظاهرشان حمل میکنیم و تفسیر هم نمیکنیم و ما اینها را جز با حقتر از آنها رد نمیکنیم. امام احمد رحمت الله علیه احادیثی را ذکر نمودن حاضر که بیانگری نفاق خرد می باشد یا کفر خرد می باشد. به خاطر چیز؟ به خاطر آن که این احادیث بیانگر نفاق عملی هست. اما نفاق اکبر باشد در قبل ذکر کردیم که کافر شدن بر الله متعال است و می‌فرماید که این احادیث را ما تفسیر نمی‌کنیم مگر آن که وارد شده است، با این دلیل اینکه کارهای انسان را از دین بیرون نکند، میان عمل انسان و عامل عمل کننده تفاوت میگذاریم و این نفاق را نفاق عملی گفته می شود که در حدیث آمده است تفسیر نمی شود. و مقصد امام احمد در آوردن این احادیث است که میگوید که ما این احادیث را چنان که آمده است نفاق اعتقادی که از دین انسان را خارج میکند شرح هم نمیدهیم. پس این بیانگری نصوصی که در کتاب و سنت آمدگی است بیان نفاق ذکر می شود که کفر ذکر می شود، آنها را به ظاهرشون میگیریم، ولیکن بعضی از احادیث بعضی از آیات آن است که تقاضای نفاق یا کفر مینماید. این بیانگر آن است که انسان از دایره اسلام خارج شود. چون یک بعضی از احادیث را آوردیم. ترک گناه بر 3 نوع تقسیم می شود. ترک گناه را ترک کردن بر 3 نوع تقسیم می شود. اینکه انسان گناه را به خاطر الله ترک کند و به سبب ترک آن گناه انسان اجر میگیرد. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر قصد گناه کند و آن را انجام ندهد برایش عملی خیر نوشته می شود. در روایتی که ابی هریره از مسلم آن را در کتابش ذکر کرده است. و در روایت دیگر اینکه کار را به خاطر نفس خود نکرده است، اینکه به خاطر الله این کار را ترک کرده است یا این را فراموش کرد، آن کار را فراموش کرد، برای او نه نیکی نوشته می شود نه بدی. کار را میخواست انجام بدهد ولی کار را فراموش کرد انجام نداد، برای وی نه نیکی نه بدی نوشته می شود. یکم اگر کار را خواست انجام بدهد، گناهی را انجام بدهد و ای را ترک کرد نکرد به خاطر الله، برای وی یک نیکی نوشته می شود. اما کار را فراموش کرد انجام نداد، برای وی نه نیکی نه بدی است. پس آمیزش دو نص با هم مخالف، خوب گوش دید این نقطه خیلی مهم است. یکی دو نصوص قرآن است یا که سنت است، احادیث است که با هم در ظاهر با نزد ما آن مخالف میتابد. اگر این گونه پیدا شد پس 4 چیز را طلب میکند. اولا آن لفظهایی که در کتاب و سنت است آنها را جمع آوری کردن در کار است، آنها را به تنظیم در آوردن در کار است. دوم معرفت درست و صحت و صحیح بودن آن احادیث را تحقیق کردن در کار است. سوم معرفت و فهمیدن مراد پیامبر صلی الله علیه و سلم را درک کردن در کار است. چهارم فهمیدن نصوص. اگر این 4 امر که ذکر نمودیم یکم لفظها را جمع آوری میکنیم، آن لفظهایی که با همدیگر تضاد دارند مخالفتی مینمایند در ظاهر فهم ما، اول آنها را جمع آوری میکنیم. دوم صحیح بودن آن را از ضعیف بودن جدا میکنیم. دوم معرفت و فهمیدن مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم را با اقوال علماها. چهارم فهمیدن نصوص. در این 4 امر تمام شود. اگر این 4 امر ما تمام کردیم و هیچ چیز اگر روشن نگشت، پس در این حالت یکی از این احادیث را ما ترجیح میدهیم، درست میشماریم. این نقطه در بیان شد، در بیان آن بود که اگر بعضی از نصوص را ما در ظاهر فهم خودمان آن را ما تضاد با همدیگر تضاد میدیم، با همدیگر مخالف میبینیم. و این نقطه را هم در کتاب لعمة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد از ابن قدامه مقدسی این نقطه را هم یک شرح زیبایی کرده بودیم. حازمی رحمه الله تعالی در کتاب خود ناسخ و منسوخ می‌فرماید که در برتری احادیث، در برتری حدیث بر دیگرش، یعنی بهتر شمردن یک حدیث از دیگرش 50 جنبه وجود دارد. 50 جنبه، 50 پهلوی وجود دارد. یک حدیث رو از حدیث دیگر برتری دادن. اگر این جنبه ها پیدا نکردیم، انا همون هر دوی همون نص ها رو که با هم دیگر در نظم مخالف میتوان، هر دو رو ما چیکار میکنیم؟ میگذاریم، توقف میکنیم یعنی در آن و به ظاهر آن ایمان میواریم. و مسئله ها در بیان قول او صلی الله علیه و سلم که فرمودن هرگاه کسی برادر مسلمان خود را، یعنی من قال لاخیه یا کافر، هرگاه کسی برادر مؤمن خود را، مسلمان خود را بگوید، چی بگوید؟ یا کافر ای کافر، فقط رجع کفر الیهما، کفر به یکی از اینها برمیگردد. در روایت بخاری و مسلم است. مسئله ها در بیان این حدیث. پس بدونید که کسی را که الله سبحانه و تعالی و رسولش کافر دانسته است، به مثل یهود، نصارا، مشرکان و هر کی در کفر آنها شک کند، مانند آنها کافر دانسته می شود. هر کسی را که الله و رسولش کافر دانسته است، از یهود و از نصارا و از مشرکین و مانند اینها، آن کسانی که کتاب و سنت آنها را تکفیر کرده از کافر دانسته است، پس کسی اگر در کفر آن اگر توقف نماید و شک نماید، پس خودش در کفر واقع می شود. به خاطر چیز؟ چون این انسان آیات و احادیث را تکذیب و دروغ شمرده است. و دوم تکفیر نمودن این حکم شرعی است. کسی را تکفیر کردن، مثلا تکفیر صحبت کردن، سخن کردن،
این حکم شرعی است و هیچ کس حق تکفیر نمودن کسی را ندارد مگر با دلیل واضح و روشن از جانب شرع. تکفیر این حکم شریعت است که کتاب الله و رسول الله سنت رسول الله برام بیان کردند و هیچ کس حق تکفیر نمودن کسی را ندارد مگر با دلیل واضح و روشن از جانب شریعت که در آن هیچ شک و تردید وجود ندارد و آن دارای تعویل و شبهه هم نباشد. در این هنگام تکفیر کرده می شود. برای چه این سخن را گفتم؟ چون حاضر مردمان زیادی پیدا شده هستند از گروه خارجیان، از گروه تکفیریان. تکفیر و لفظ تکفیر رو در آن کسان صرف می نمایند، در آن کسان آن را میگذارند که اصلا شایسته آن رو ندارد. بعضی از جهاله که اصلا چیزی رو نآموختند یا دو کلمات رو از دو کسی آموختند یا دو نقطه رو فهمیدن. پس چی کسی حق تکفیر کردن رو دارد؟ چی کسی حق تکفیر کردن ندارد؟ آنها اهل علم هستند، محققان صالح و پرهیزگار، نه هر جاهلان و نادانان. و بدون که عالمان سه نوعند. عالمان سه نوعند. چگونه که شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه چی خوب گفته است: هر عالم مورد اعتماد نیست. هر عالم مورد اعتماد نیست، یکی مورد باوری نیست. زیرا که علما سه نوعند: علمای دین، علمای دولت و علمای ملت. هر عالم مورد اعتماد و باوری نیست، یعنی هر عالم سخن و مورد پذیرش نیست، قبول نیست. زیرا علما سه نوعند: علمای دین، علمای دولت و علمای ملت. اما علمای دین باشد الله ما و شما را از جمله آنها بگرداند و علمی با عمل نصیب بگرداند. آنها علمای دین پیروی میکنند از دین الله سبحانه و تعالی و کتاب الله و سنت الله را دستورالعمل زندگی خود قرار دادند. با فهم سلف امت، این نقطه هم مهم است، با فهم صحابگان کرام در بیان حق پروایی هم ندارند. دوم علمای دولت. علمای دولت باشد نظر به آنچه که حاکم میخواهد فتوا میدهند، موافق نفس آنها حکم میبرند و موافق نفس آنها کوشش تلاش میکنند و تلاش مینمایند که تا با هوا و هوس این حاکم یا که این دولت موافقت کند و تلاش مینمایند که با هوا و هوس این دولت و این حکومت مخالفت نکند. سوم علمای ملت است. علمای ملت آن کسانی هستند که همیشه نظرشون به سو و چهره مردم است، به سمت مردم می‌نگرند، نمیخواهند که مردم عوام، عامه مردم یعنی به ایشان غضب کند، نمیخواهد که مردم از اون ناراضی شود، بلکه همیشه تلاش می‌نماید که راضی کننده مردم باشد. هر چی که مردم بگوید، هر چی که مردم اجازه بدهد، یا حرام را حلال بکنند یا که حلال را حرام بکنند، چیزی که بر میجاز آنها خوش آید قبول، چیزی که خوش نآید قبول نه، از آنها پیروی می‌نمایند. موافق طبع دل مردم سخن می‌کنند و کوشش میکنند که آن نصوص کتاب و سنت که بر خواسته مردم موافق است با آنها سخن بگویند، آنها را عملی نمایند. پس واجب و فرض است که از تکفیر نمودن به غیر حق انسان دوری بجوید. خاصتا تکفیر اهل علم با این بدتر است که امروزها ما چگونه در بین مردم این پهن شده است. دو جاهل نادان که نه کتاب به دست گرفتند نه چیزی را میفهمند، حتی سوره فاتحه را درست نمیخوانند. پس واجب است، فرض است که از تکفیر نمودن به غیر حق دوری بکنیم، خاصتا تکفیر اهل علم. پرهیز کردن از تکفیر در صورت قوی بودن شبهه، این نقطه خیلی مهم است. پرهیز کردن از تکفیر نمودن شخص در صورت قوی بودن شبهه. به خاطر چیز؟ به خاطر آنه که در تکفیر معین، در تکفیر شخصی معین دانستن شروط، شرطها و موانع آن برای بنده لازم می آید. برای که اگر شخص به حکم محکوم شود، این حکم بزرگ و عظیم است که باعثی زنده ماندن آن شخص یا مرگ آن شخص یا که حلال گرداندن مال و جان و ناموس آن شخص بگردد، یا باعثی داخل شدن آن بنده بهشت یا که دوزخ را میگردد یا که دوزخ شدن او میگردد. پس از این معلوم میگردد که کفر میتواند اکبر و اصغر باشد، چون یک در بالا ذکر گردید. و کفر اکبر را گفتیم 5 نوعند که انسان را از این خارج میکند و این قسم در بالا ذکر نمودیم و گفتیم گناهان خرد که کفر دانسته میشوند اما به حد کفر اکبر نرسیدند که مؤلف یک چند مثل آنها را ذکر نمود. و شرک هم گفتیم 2 نوع است: شرک اکبر که از دایره اسلام خارج میکند انسان را و آن ناقض از نواقض اسلام به شمار میرود. و گفتم که هر کسی اگر در این شرک اکبر واقع شد، متلبس به شرک اکبر شد، پس اسم شرک باید گذاشته میشود، چی جاهل چی دانا باشد. و شرک اصغر باشد نافرمانی و گناهانی که شرک نامیده میشوند ولیکن به درجه شرک اکبر نرسیده اند. و همچنین برادران و خواهران، ظلم هم 2 قسم است. ظلم اکبر است. ظلم اکبر قسم اول که آن ظلم کفر و شرک است، و ظلم خرد که آن ظلم گناه و معصیت نافرمانی است. و فسق هم 2 قسم تقسیم می شود: فسق اکبر، فسق کفر و شرک، و فسق
اصغر که فسق، گناه و معصیت و نافرمانی است. امیدوارم که این مسئله براتون روشن شده باشد و از الله سبحانه و تعالی توفیق فهم رو میطلبیم.